مقامات حفظ حقوق روسیه می‌خواهند تشکیل کنندگان جنجال گروهی مهاجران در سنت پترزبورگ را اخراج کنند. همچنین معلوم است که نسبت 14 مهاجر پرونده مأموری باز شده است. احتمال می رود که دستگیر شدگان به بازداشتگاه موقتی انتقال داده شدند. با نظر داشتی حالتهای بازداشتی شهروندان خارجی، پلیس نیت دارد به سود درباره اخراج اجباری آنها از فدراسیای روسیه مراجعت کنند. گفته می شود در پیام یادآور می شویم که 22 آگوست در سنت پترزبورگ در منطقه شاهراه کراسنوسلسکی میان شهروندان خارجی زنازنی رخ داد. طبق معلومات پیشکی در زنازنی عمومی 25 نفر اشتراک کردند. یکی از شرکت کنندگان مناقشه با زخم کارد در حالت وزنین در بیمارستان بستری شده است.